چیز کیک انار از اون دست دسراییه که هم میز یلداتو خوشگل میکنه، هم مناسب پذیراییه و هم خیلی خوشمزه است. بریم با هم درستش کنیم. فقط کافیه که بیسکویت هامونو با هر ابزاری که داریم کاملا پودر کنیم. بعد بهش کره ذوب شده اضافه میکنیم و با هم کاملا مخلوطش میکنیم. کف قالب کمربندیمون رو کاغذ روغنی میذاریم، بیسکویت ها رو داخلش میریزیم، سطحش رو صاف میکنیم و برای نیم ساعت داخل یخچال قرارش میدیم تا خودش رو بگیره. حالا داخل یه ظرف دیگه پنیر ماسکارپونه رو به همراه خامه صبحانه و کمی پودر قند با هم زن میزنیم تا کاملا صاف و یک دست بشه. بعد بهش ژلاتین بنمایی شده اضافه میکنیم و دوباره با هم زن کمی میزنیم تا کاملا مخلوط بشن. مواد پنیر رو روی سطح بیسکویت ها میریزیم، سطحش رو صاف میکنیم و برای چند ساعت داخل یخچال قرارش میدیم. بعد از اینکه مواد پنیری کمی خودش رو گرفت، روش ژله انار میریزیم و برای چند ساعت داخل یخچال قرارش میدیم. برای درآوردن چیزکیک از قالب دورش رو با چاقو دورگیری میکنیم. با هر چیزی که دوست داریم تزیینش میکنیم، برشش میزنیم و بعد تمام. نوش جان.